در واقع اون تعبیری است که من یک بار در یک سخنرانی اشاره کردم به عنوان خزانه خالی. به پای میزهای ای کاش رجایی شما بود توی اون سازمان ملل، همون کاری که کرد جورابش در آورد، پای شکنجه شده رو نشون داد، گفت این آثار آخر دیوونه بازی. یه رئیس جمهور تو سازمان ملل جوراب بکنه اینا بگه این آثار شکنجه شما مهد دموکراسیه. و اما به شما بگوییم، رجایی میگه آن روز که آخرین فشنگ ما در جنگ تمام شود در صحنه نبرد، اولین روز جنگ ماست. اینا رو بگو، نه اینکه بری بگی چپتو نشون بدی بگی تموم شده، خزائنمون به غارت رفته، آماده ایم. اینا رو بگو. امروز اومدیم که با اینها بیعت کنیم، همون هایی که میدونستن. سوال نکردن از شما آقا شیمیایی میشیم اینجا، آقا این 3 کیلومتر موانع رو همت چجوری رد کنیم؟ سوال نکردن از شما. پلاکش هم بچه داد به شما. اوورکوتو دیدم اون یکی داره، آقا اوورکوتو چرا داری در میاری؟ ببین این اوورکوت ها کره‌ای خوبه، ما که دیگه بر نمیگردیم، اوورکوت هم مال خودتون. حیفه بریم اینجا روی سیم خاردارا سوراخ بشیم. وای خدا، کیا بودن اینا؟ چقدر من با اینها فاصله دارم. دانشجویان عزیز، اساتید بزرگوار، دولت تدبیر و امید در طول این 100 روز و اندی حداقل یکی از گره‌های اصلی که مربوط به 10 سال گذشته در روابط خارجی بود گشود و باز کرد. اما شما این روزا اماننامه رو خیلی خوبتر درک میکنید. شما این روزها از این خنده های تلخ مثل همه این شهدا اذیت میشید. نه، همه اذیت دارید میشید به خاطر خطایی که خواصمون مرتکب شدن این اتفاق پیش اومد. اما همون موقعی که ای مجبور میکنید سید اولاد پیغمبر بره به سمت قطعنامه 598 جدید، گور خوندید. همون موقع که آقا روح الله قطعنامه رو داشت امضا میکرد، پیام قطعنامه رو بخون برای اینها، نه اینکه خزعبلات بگی من با امام بودم زیر لحاف زیر تشک به من فلان چیزو گفت. نگه داشتم برای این روزها. ما قبول نداریم خزعبلات شما رو. ما از روی اصل متن و پیام برای بچه هامون میخونیم که گفت مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم می شود و هر روز شیطان بزرگ به بهانه حفظ منافع خود حادثه‌ای را به وجود می آورد. راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهانخواران حل نکنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند، آسوده خواهند بود. همکنون پیام مال دیشب، برای امروز باید خونده بشه. همکنون اگر آمریکا یک کشور اسلامی را به بهانه حفظ منافع خیش با خاک یکسان کند، چه کسی جلوی او را خواهد گرفت؟ پس راهی جز مبارزه نمانده است و باید چنگ و دندان ابرقدرت ها و خصوصا آمریکا را شکست و الزاماً یکی از این دو راه را انتخاب نمود، یا شهادت یا پیروزی، که در مکتب ما هر دوی آنها پیروزی است. و باز در همون موقع که این رو برای شما امضا کرد و شما به عنوان سند پر افتخاری میدانید
که احلی من العسل نبود، بلکه جام زهری بود برایش. باز هم فرمود برای این روزها پسرم، دخترم، کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم. کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم، ولی هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند. ولی در هر حال آن چیزی که در سرنوشت روحانیت واقعی نیست، سازش و تسلیم شدن در برابر کفر و شرک است. که اگر بند استخوان‌هایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده در شعله‌های آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستیمان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند، هرگز زمان نامه کفر و شرک را امضا نمی‌کنیم. حتما اینطوره، حتما اینطوره. ما شعار ما این است: سانتریفیوژ باید بچرخد، اما زندگی مردم و اقتصاد هم باید بچرخد. دولت بر این وعده‌ای که به مردم داده است تا آخر ایستاده است. انرژی هسته‌ای، نه تنها انرژی هسته‌ای که فناوری هسته‌ای، نه تنها فناوری هسته‌ای که حتی غنیسازی حق مسلم ماست. اما در کنارش پیشرفت و توسعه هم حق مسلم ماست. بهبود معیشت مردم و رفاه مردم هم حق مسلم ماست. گفت اما اومدن پنجره ها رو باز کردن. پسرم گوش بده این حرفا جای دیگه زده نمیشه، بنا هم نداریم بزنیم، همین اینجا. اینا چندین ماه قرار خفه خون بگیریم تا به تو ثابت بشه و به این 17-18 میلیونی که برای بهتر شدن معیشت رأی دادند مشخص بشه که فقط راه سید اولاد پیغمبر حضرت روح الله درسته و بس. راه آقا درسته و بس که میگه که خوشبین نیستم به این قصه، ولی برای تجربه بعضی از شما بد نیست مسیر برید. اما برای بچه ها قصه جدید نیست. این عاشورا و این کربلا رو برای من و تو نوشتن که سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضای آبینی که همینجا مقتلشه، گفت بر هر کس که ادعای شیعه بودن دارد او را جبران از گذرگاه کربلا و عاشورا عبور میدهند. کربلای تو کجاست؟ کربلای من کجاست؟ عاشورامون نمیدونیم، اما جبران ما از این مسیر عبور داده خواهیم شد. حواس جمع باشی. یاد جمله همت افتادم توی همینجا. آی بچه ها بجنگید، نجنگید میان انانتون رو دست میگیرن.